با نام یاد خدای مهربان سلام. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتون. در یک صحبت دیگر در خدمت شما خواهیم بود و مهمان امروزه ما بابای ابرار ساقیوف نفقه‌خوار هستند. یک نفری خیلی فعال در کتاب و کتابخانه مطالعه که ایشان رو در کتابخانه ها، در مرکزهای فروش کتاب میبینیم و همواره با برنامه کتابخوان تماس دارند، پیگیری میکنند، حتی بعضی برنامه‌های ما رو تحلیل میکنند و اندیشه‌هاشون رو پیشنهاد میکنند. واقعا از این در این سن سال با شوق کتاب و کتابخوانی و همیشه زنده دل بودن، شکوفان بودن برای ما یک انگیزه میدهد، برای ما یک پیام است که کتاب، مطالعه، دانش در هر سن سال نباشد برای انسان خیلی مفید است، خیلی فایده آور است و نمونهش بابای ابرار. بابای ابرار با برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. اول بگویید که چه حال و احوال دارید و زندگی رو چگونه پس سر میکنید و با بیننده های برنامه کتابخوان چی گفتنی هستید؟ سلامت بشه دادری عزیز دلیر جان. اولا که درود با تمام ساکنان تاجیکستان، بعدا درود با تماشابینان و همین برنامه کتابخوان. بعدا شکر میکنم از الله پروردگار که مرا با جسم سالم و تنی سالم به دنیا آورد و خداوند نصیب آن گردان که ما در آغوش گرم پدر و مادر کلان شدیم و ما رزق روزی داد، خانه آباد، فرزندان، نبیرگان داد. برای همه این نعمت ها شکرگزاری میکنیم و باز از همه بیشتر شکرگزاری از آن میکنیم که ما را پروردگار در زمانی آفرید که ما امت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستیم. بعدا دلیر جان، من از کودکی شوق کتابخوانی، روزنامه خوانی، بعد مجله خوانی از کودکی دارم. به خاطر دارم که اولین کتابی که من خوانده بودم رابینزا کروزو بود. بعد دانیل دیفو در وقت بعد کتاب در راه رعد غران. همین کتاب رعد غران تا به همین درجه در ذهن من تا حال جای گرفته است که یک نفر سیاه پوست در آفریقا چخیل برای آزادی خود، برای آزادی خلق خود با مستعمره‌داران در مبارزه بود. بعد که وقتی صنف 7 تا 8 شدم، از بیبلیوتک کتاب پیش از همه 1001 شب را گرفتم. همه قسم را مطالعه کردم. بعد سمک عیار بود، بعد حاتم تای بود، 4 درویش بود. خلاصه همین چیزا را همه را میخوندیم. پدر قطعی شده، بعضی جاهاش حتی بحث میکردیم. همین خیلی شوقی همین کتابخوانی در دل آساسته پیدا شد و نصیب دست به خدمت عسکری رفتیم. زبان روسی رو نمیدونستم، لیکن حال احوال زندگی را گپ زنم اگر نمیدونم از زندگی گپ زنم تأثیری در عسکری مرا بود. اگر امکانیت باشد، من 9 ساله بودم که پدری من عاجز شد از دو چشمش. لیکن تا 85 سالگی را او کس یک نقطه قرآن فراموش نکرده بود. یعنی در سن چند سالگی پدرتون از چشمشون محروم شدن؟ سن 9 ساله بودم من. شما 9 ساله بودین، پدرتون چند ساله بود؟ پدرم علاکه از 60 گذشتگی بود. نابینا شدن و تا سن 85 چی احساس داشتن و سر این موضوع چگونه با پدر صحبت میکردید؟ اون وقت هم از کتاب و از خواندن چیزا به شما میگفت؟ از کتاب و از خواندن، از تجربه روزگار، بعد چگونه همین دوره همین شوروی و دوره تحقیقات گذشت، همه همینا رو وی گرچند یگان جا عذاب دیدگی نه، چون که پدری من برابر صاحب علم بودن بسیار یک نفر محنت کش بود، زحمت کش بود. همین رو نقل میکردیم، بحث میکردیم درباره آدمای بزرگ، بحث میکردیم. شما گفتید که از خوردیتون مجله و روزنامه ها را میخوندید، یعنی هم سینی مکتب میخوندید و همین من وقتی مشاهده کردم شما حفظ هم میکردید، میبرید و جای در کارش هم میگیرید و یک جا میگذارید. چرا این کارو میکنید و چرا اینقدر روزنامه و مجله رو جمع کردید؟ من اطلاع دارم شما خیلی زیاد از این روزنامه و مجله ها رو جمع میکنید به خودتون. چرا این کارو میکنید؟ این برای همین که همین لحظه های همین حساس ترینی، همون مقاله رو جمع میکنم که لحظه های حساس ترینی همین وابسته به ملت، وابسته به همین زبان، ادبیات، تاریخ، همونجا در همون موضوع در همون موضوع در بر گرفته باشد. این مثال گیری من در اینجا چیز دارم،
درباره این کروش کبیر دولت در داخل دولت همین چیزا را از قدیم الایام از همون دوره همین بچگی سر کردم. لیکن دلیر جان من یک واقعه را گپ زنم. وقتی پدری من عاجز بود 5 تا فرزند 7 تا فرزند این پدر بودیم. 2 تا پسر باقی مونده هم دختر. 2 دختر شاید در بوده که وفات کردن. بعد قین سالای تخمینا 1961 62 بود. با مادرم یه روز گفت که ابرار جان پسرم بخیر این حرکاتان یک تکنون نیست که یک تکنون همین من ارد نیست که ارد اندازم من میدونم نان کرده تیم چکل میکنی. همون روز من کدمن گرفته کلخوز برآمدم. دورمن معروف تگی یک آدم خدا رحمت کنه بسیار یک انسانی نبود. نه اصلا سمرقندی در دهه ما زندگی میکرد. برگردی کلخوز بود. برای تو مکای معروف تو من کورکینه آدم مرا ته چوبک کنم. بعد یک خواهیم نگو بیچاره احوال ما را میدونید. با یک 5 جویک درازیش 20-25 متر همین خیلی داد. همین چوبک چوبکی دارم من نشون دادم چه چوبک و من چوبک کردن رفتم. خبر به پای کار شد. همین سر هم چوبک کردم زدیدم و نمیدونم که چیکار پس فقط هم خیالی من کردم بخی پخته کردم که کردم تمام پخته آدم میشه پخته میشه. بعد انا یا وقت سر بالا میکنم در زمین هیچ کی نیست. نیمروزیش هست همه خراب نیمروزی هست که یک آواز از کفام اومد. اوه بچه بابا گفت نشم میگم که اما اکای معروف خدا رحمت کنه. بگو بچه میگه چوک کدی که به این چوک مرا سود میکنن. مگر شو نگاه کنم چوه آگوی پختاره نگاه میکنه پختاره نگاه میکنه یک پخته راست است. یک پخته راست است. همه پختای در گل در شانه کردگی یک پخته راست است. اولین تجربه کار در زندگی. اولین تجربه کار. گفت بچه‌م ایداش میبره برای خونه تو در مکتب خونی. بعد گریان شدم. بعد گفت بچه‌م خونه تو برو. آزوسو یک جوال گرفته بیار. خب من گفتم میگم لینچه میگم میارم با یک الف پلخ میگه از درون کوشو برو. و همین خیال رفتم مادر گفتم که خیر خوراک نیمروزه خوردیم. بعد گفتم یک لینچه من میخواد. با یک لینچه که من درک داد و هم با همین فکر که علفای تری درون جوی کار میبره بچه‌م زور نبیاد. خب من لینچه رو گرفتم اومدم که بلکه خدا رحمت کنه معروف در بالای رای پاییز ایستاده است. بگو چی آوردی؟ من طرف گفتم یک جوال بیار. لینچه ایتره چو میکنیم؟ خب بیار رفتیم. و رای پاییز قدی رفتیم با نشستیم اداره کلخوز در دهه قرقیزان پایان بود. میگم همونجا اکثری اون مردم وادی فرغانه زندگی میکنن در اونجا در قرقیزان پایان. بعد رفتیم همونجا او وقت نومان راضی گفتگی آدم رئیس کلخوز بود شاعری کوتاکا اسمای. بعد این خدا رحمت کنه که معروف مرا پیشی سربوغالت یک قطعه جای در اومدیم. گفت همین آدم در 100 کیلو گندم نیستم. حالا یه روز کار نکردم من. بزرگی آدم بینید. محبتی آدم بینید. بعد گفت اکمای خیلی گوده که من نمیتون پیشی رئیس بره. و پیشی نومان رازق در اومدیم. نومان رازق در اومد همین خدا رحمت کنه بسیار انسانی نبود. انسانی حلیم انسانی نه در یک وقت سرطلب. من از این خیلی آدم ها قطعی واخوردگی تا حاضر فایده معنوی گرفته ایستادم. بعد خدا رحمت کنه معروف گفت که رئیس همین بچه در 100 کیلو گندم نیستن. این بچه چون میگه کلخوشی من او که جای این کلخوشی گفت اگه گفت بگو پولی را داده میتونه این پولی کلخوز گندمی کلخوز است بگو داده که نتونه همه پولی گندم من میتونیم گفت. بس 100 کیلو گندم نیستن. اومده 100 کیلو گندم رفت از که جای جوال یا خدا رحمت کنه همون معروف با خدا رحمت کنه یک قرقیز بود همسایه ما زوخوزی کلخوز بود. قرقیز بای میگفتیم و یا بسیار انسانی خوب دینم. اومد 100 کیلو گندم کشید رفتن از اسبخانه همین چیز یک خرا آوردن گندم بار کردن بستن خیستیم گریتون خونه رفتیم همین دهه دروازه رو دارم آدم رو راست ایستادن. گندم دی چه گو بچه ما تو اوچه جان گندم آوردم. گریان شد آه در بچه هم جمله گفت
یعنی یک احساس خوشحالی کردن مادر که بله. خانه صاحب بینان میشه. من هیچ چیزی رو نمیفهم بابا، وقتی که آدما از شوروی تمجید میکنن و تعریف میکنن، یعنی شما سال 60 چند گفتید این حادثه رخ داده است؟ سال تقریبا 62 63. یعنی آیستا دولتش پابرجا بود، ما سال تعریف زیاد میشنویم. چرا این گونه بود مثلا زندگی شما در زمانی که یک دولت سیر پور میگفتن و با نفوذ میگفتن، یا این خیالی است که در گوشه ما در تاریخ میخونن؟ انا می حاضر تا حاضر در من همین نکشاده مونده است. فرض کردم گرمانیا بعد همون جنگی متیش که و 4 دولت زدن با تاجیکی عوامانه بگیم میگه دبدلش برآوردن، بعد 10 سال در پا استاد. اقتصادی پیش از جنگ شد و میدونه که اقتصادی پیش از جنگ و 40 بود. بله. که اروپا را در زانو شنونده بود. اقتصادیات پیش از جنگ شد در ترقیات در ژاپنیا همین خیلی دیگر، چیلی حتی که همون پیناچت فاشیست در سری حاکمیت آمد بعد 10 سال چیلی را یکی از دولت‌های پیشقدم کرد. لیکن من حیران بودم که در سالهای 60 45 سال تمام شد جنگ، سالهای 60 در همین قریب 15 16 17 سال بعد جنگ، حالا با خرابیه که در حالت مردمی ما بین سال 1960 تا 63 64 بود، اینا من اگر نقل کنم تصور ناپذیر است. برای خلب چخیل آچی میل، برای آرد جو، برای آرد ارزن، اینا کلان سالو میدونن. انا دادر عزیز یکی از همین خاطرمانترین لحظه اینه. اگر اجازه بدید من خاطرمان دیگه من نقل کنم. من همیشه 3 سال در کلخوز کار کردم. مجد مهنت من 5 سال 15 سال 10 سال از 25 سال زیاد گرفتگی نیستم. شما گفتید که واقعا زندگی اون سالها خیلی مشکل بود و کار میجستید و در برابر اینا میخوندید، این شوقتون به خواندن و کتابخوانی و جمع کردن کتاب کم نمیشد؟ نه. یعنی جستجو میکردید از پس کتاب؟ من در کتابخانه، روزنامه و مجله خانه مانده شوی خود رو حس نمیکردم. برعکس از همین من خستگی خود رو میبرآوردم. در همین کار میکردم 5 دقیقه اگر مثال گیری میشد من یک چیز یک ورق در قلب میخورد یا یک پارچه گازت در قلب میخورد، روزنامه در قلب میشتم، همه حریصانه میخوندم. یعنی نوبس از اونه که کاری ساختمان خیلی مشکل بود. اون سنی سال شما هم مکتب شبانه میخوندید، هم کار ساختمان انجام میدادید و هم مطالعه میکردید؟ هم مطالعه میکردم. و واقعا فایده دیدید؟ یعنی برای شما حالی که این سنتون با این 70 گذشت و رفت، 70 چند سال عمر دارید، فکر میکنید که همون خواندن ها، همون تلاش ها، همون کتاب جمع کنی ها، این روزنامه جمع کنی ها برایش میگم نفع داشت؟ چی معنوی چی اقتصادی؟ خب همین قصه کنید برای بیننده برنامه کتاب خون که شما پشیمان نیستید هم قدر کتابی که خوندید؟ من پشیمان نیستم از این مطالعه کردگیم. برای چی بود؟ برای که یک مولای چلا سواده که چلا سوادونه گپ زند من میفهمم اون مرد چی میگن. یا یک آدم میباید که از همون وکالت های در وی واگذاشته بالا گپ میزند در جویش میشنونم. دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بعد برتری تو جوشن است. همین دانش برای من جوشن شده و شکر پروردگار میکنم. از بسیار چیزا من یک واقعه در عسکری عیناً همین کتابخوانی. خب وقتی از خواهرها جدا شدم رفتم خود گرمانیا خدمت رفتیم، جای پناهی افته گریه میکردم که من اینجا اومدم خواهرام چه میکنم. یا روش سالی اونو که یک لیتنانت جوان 3 بچه ناز امی گریه کردنی مرا دید. من زمان رو سر سوس میدونستم بگو چوه گریه کردم؟ من گفتم همین خیلی خواهرام مایدم مرا ایجا بریم هرچند من خودم خواهش کردم با وقت اما سفر امان رو میگفتن یا امان سفر رو میگفتن و این کمتی نوعی امان بود. 3 مرده که نبود باید. بعد گفت نیپلاچ رفته کتابگیر کتاب خوان تو غمی تو هم کتاب و مرده که همین گپه گفت و گپی هوایش سبب شد تی بوش موزیکو میزید تو مردی حقیقی میشهی در اینجا. رفتم اولین کتابی که از کتابخانه همونجا گرفتم به خاطر هم هست جکسون از سیاست و رسی نام داشت. من زبان روسی را نمیدونستم. همون کتاب بخوندم گویا تقدیری من در همون
همون تقدیر قهرمانی همون اساسی همون کتاب هر دو یکی. اون هم یک بچه از اویلای کمبغال کار میکند نمیابد به یک رو میرود که در یک جا همین بچه ها گیز ایستادگی دو بچه مسابقه جمع مشزنی قدیم مسابقه همونجا میبرد غالی میبرد و اینا با کم ترسون میتین با پگه میرد زیادتر با همین خیل آیسته آیسته آدم مشزنی همین کسبی میشود مسابقه ها میرد بعد هزارا میابد بر رسید مسابقه میشد هنوز این انقلاب نشده میاد بیچاره مسابقه تا اینجا برد میکند گرچه رفتنی میشد که چی میشود انقلاب دیگه وای به طرف اروپا گذشتن نمیمونن میگن که با واسطه آسیایی میونه تاشکند با برآمده با واسطه همون ترکستان میبرای میروی بیچاره تاشکند میبیاد جای یک مسابقه در پل یا با ماش میگه چی میکند یک دختره که ازبک انا چی محبت می‌ورزد همون دخترک این هم دخترک در معقول میشود همین دخترک که در همونجا میگه همین در تشکیل میموند. یعنی همین مضمونی همین کتاب 40 سال پیش قریب 50 سال پیش شما خونده در خاطرتون هنوز مونده؟ در خاطرم نذاشت خاطرم این من چیزی بچه‌شم ببینم دیر بود در خاطرم یعنی خواندنم همین خیلی از کتابا میخونه در خاطرتون هنوز هم این خاطره هست. هست. حاضر ضعیف شده است. حاضر این ضعیف شده است. هر کسی این سال ممکن نقش خود رو بازی کنه داخل. حاضر این ضعیف شده. مثلا حتی همسینو سالمو که 10 سال 5 سال پیش کتاب خونده باشن شما مضمونش پرسید نمیدونن میگن فراموش کردم ولی شما از هر کتابی که در همون سین جوانیتون خونده در خدمت خونده در وقت کار کردن خوندید حتی میگم بعضی مقاله ها و روزنامه خونده در خاطرتون هست که چی خوندید اول از کجا شروع کردید چی خوندید خیلی خوب است. من اهمیت میدم شما بیشتر زمانی رپرسیا و تعقیب همون مستنی رو پیگیری میکنید و همون زمانی بخارا اومدن رسول چرا به این موضوع اینقدر شوق دارید و اینقدر مواد جمع میکنید در این بخش اصلا چرا به این سمت بیشتر توجه دارید و نگران هم هستید چرا؟ پیش از اون که به این سوال شما جواب دادم دلیر جون مرا همیشه یک فکر در سرم چرخ میزد همین فکر که چهل در خانه من در حوله من یک بیگانه میآید بگذار با مقصدی نیکم باشد در اما حولی من اجازت نمیدم و او مقصدی نیکم داشته باشد شبش روز کند شما نمیخواهید؟ من همین خودم فکر میکردم ده چی خیل وای در حوله ما آمده به اجازتی من به روزگی من یک قسمی حوله ما را گرفته یک کس دیگه نمیکرد همینا همیشه در سری من چرخ میزد این همون زمان شوروی این فکر میکردید در همون زمان شوروی آخه من این قصه ها را فکر چی کنم ممکن یک کتابی کلام شوم بعض از پدر میپرسیدم پدرم از ترس ممکن بسیار چیزا را نمیکشد پدر من با سواد دادم بود بعد آیسته به ادبیات های گوناگون خوندم یافتم درک کردم که همه آن چیزایی که همون تاریخایی که در دوره مکتبی میانه ما میخوندیم یا در دوره مکتبی عالی میخوندیم در اینستیتوت‌های مارکسیسم لنینیسم آدمای مخصوص ششتا می نویساندن فرض کردیم ما در یک هفته 1 ساعت تاریخی تاجیکستان رو میگذاشتیم باقی مانده چند ساعت تاریخ SSR میگذاشتیم ببینید من تاریخ ملت خود رو نمیدونستم انا در بعد استقلالیت با تاریخ ملت خود کم کم من اینا مثال ما میگیریم یک نفر ولی فراموش شد نامش آمده از کانی بادام کلخوز آباد کردنش سالهای 30 ده او وقت ویا ورشل آباد بگفتیم همون کلخوز آباد 2 سال آباد میکنن بهترین جوانمردای وطن دوست از کانی بادام یک نگیره میبیارن این کاتب یک میشود اونا گپی همینه گرفتن میبیارن انا این بهترین جوانمردا را ترایکای استالینی یک تا برده محکم میکنن این دیگه طاقت از دست میدید در مجلس کمیته مرکزی روی راست برآمده گپ میزنه که مرا تنها مونده بهترین رفیقای مرا بهترین متخصصای مرا گرفته آورده محکم کرده به یگان گناه به یگان چی کار میکنه انا همین آدم از همین مجلس میبرد همین ترویکا با گرفته محکمش میکنن
عاقبت حکم پران میگیرد. برای انمی خکار همه این مسئله مرا مجبور کرد که نمیشه ما یک تا چای خورد. وقتی که شما سرچشمه‌های دیگر را دیدید، تاریخ‌های دیگر را دیدید، گفتید، خواندید، اومدید که تو این وقتی تاریخ می‌خوندید دروغ بود است، یعنی شما را فریب می‌کردند. یعنی این چیز شما در نتیجه مطالعه فهمیدید، در نتیجه آموزش فهمیدید، چه حس فرا گرفت و چی برداشت کردید؟ نفرتتون با کی بیشتر شد و فکر کردید که مثلا تو به امروز برای شما دروغ میگفتند؟ چی شد حالتون همین وقتی شما اینقدر کتاب خوانده بودید، تاریخ‌ها را می‌خوندید، تاریخ شوروی را می‌خوندید و در مکتبه اونها بزرگ شدید و کار کردید و فعالیت کردید و اومدید دیدید که همه چیز دیگر خیلی است. چی شد همینجا حالتتون؟ من برای همین استقلالیت با دستا، با دندانا، با ناخونا، با تمام وجودی همین هر یکم با تمام وجود ما باید خیلی داشته استیم. استقلالیت بهترین نعمت است. بهترین نعمت برای یک پونکت، یک بنگاه تیبی ساختن باید به مسکو مراجعت میکردن. کی وقت اوج اجازت میدادن، کی مبلغ جدا میکردن، با کی اومده در اینجا ویر میساختن. تصور کنید. وقتی بعض زمان تانه میکنه که مکتب به پول بود، دانشگاه به پول بود، تندرستی به پول بود. این همینا همش دروغ است، فریب است. این فریب ابلیسی میگن. چقدر فریب است؟ مادر من میبرم چابوق میکرد، 12 ساعت چابوق میکرد، نال از 112 گکتر میگم، 12 ساعت. اگر برای که یک فهمم برادرها دو اوچاسکه نزد حولگی که 6 ساعت میکرد، همین چابوق میکرد، بعد یک سوم 20 میدادم ویا. همین یک روز چابوق میکرد، 3 روز چابوق میکرد، یک سوم 20 میداد. یا که پخته میچیندیم، 1 کیلوگرم پخته داد 3 تین میداد. 3 تین. تصور کنید. من هیچ گمان نمیکنم که یک آدم طاقت تا بگه 100 کیلو پخته کند. من این میان بستگی چقدر مادران تصور ناپذیر است. دادری عزیز کوشقتی تا 300 متر میرفتن، اوسا ارخه کرده ساعتی بیچاره 5 نیم از خانه میبرمد. کودک شیرمکش در همون یسلیای کلخازی در روی گلمی افلاس پرتافتگی چقدر خرد و خراب میاد. من با چشمای خودم دیدگیم برادر. بعد یک چیز دیگه، چرا شاعران همون دوره، اونهایی که از این دولت تمجید میکردن، درباره این دولت شعر میگفتن، حفظ این دولت مقدس میدونستن و همه رهبر این دولت تمجید و تعریف میکردن، اونها نمیدیدن همین واقعیت را که اینقدر کتاب رو نوشتن، رمان و اثرها و شعر و داستانها رو نوشتن، جلد کتاب نوشتن، اونها نمیدیدن همین چیزا؟ میدیدن که همون سیاستی دوره استالینی بعد کمونیستی تا به درجه اونها رو پخش کردگی بود که فشار می آورد که از همون همین چیز بیرون برآمده نمیتوانست. بگیریم این مثال گیریم همین چیزا. سال 1960 حادثه 69 برای حفظ زبان خدا رحمتش کنه محمد الله خالف وای تیار میکنن در دست میاد برای آن که تا انقلابی اکتبر مردم ما به سواد بود، خط سواد نداشت. بعد با سرداری همان وقته ردکتر گازت انمو کمونیستا فراموش نشود نامش اشور حلیموف و با سرداری استاد میرزا ترسوزاده، بعد محمود جان واحد و غایب سفرزاده، دیگر 26 نفر اگر فراموش نکنم 26 نفر نزد محمد الله خالف می‌دارن. ببینید در همونجا می‌دراین 3.5 ساعت صحبت آیا دوام میکند. یک تاش میگه که محترم رئیس، ما اینک تا امروز یک فرهنگ زبانی تاجیکی ما نداریم. نه که همین تاجیکای بی سواد تا انقلاب 70 فرهنگ زبان نوشتگی میراث ماندگی بوده. 70 فرهنگ. خلاصه همین گپا میره. بعد محمود جان واحد و گپ میزنه. بعد غایب سفرزاده میگه چیکار میگه
همین تمام روزنامه‌های ما در مخبرا میگن مخبرای روز زبانن. ما قدرت نداریم. انا که دادری جان ممکن این فکری ما باشه فکرش بعدی وای میرزا ترسزاده در 66 سالگی وفات کرد. غایب سفرزاده در عقبه ششر به صدمه دچار شد. شیرعلی محمدرضازاده را از در بینای شورای عالی پراندن. در همون وقت هم بچهای توجیک، فرهنگی‌های توجیک، اونهایی که واقعا ملی بودن، دلشون برای ملت میسوخت، هنوز هم سرکوب میشدن. سال 60 و 70 و 80 تعقیب میشدن. آن همین با گروه هر شکل دوام داشت این تعقیب بود. آن همین گروه را در KGB SSR نام کردن جوانان افرادگرای توجیک. یعنی اونا که برای هویتشون، برای زبانشون، برای فرهنگشون. یا که مثال میگیریم هلال کریموف مؤلف کتاب الفبا، همین با تلویزیون مسکو برآمد میکند گپ میزند که تا انقلاب تاجیک‌ها به سواد به چیز بودن. حالا که من یک جا را خواندم قشلاق همین گلستان صفی را نام گرفته در اونجا همه آدم گفته که در همه قشلاق 4 تا مکتب بوده است. اون مکتبایی که حاضر تصورای ما قطعی نه 4 تا مکتب در همون شرایط خودی همون در همون شرایط 2 تا مکتب دخترانه 2 تا مکتب بچگانه تا انقلاب اکتبر. تا انقلاب چندین استخوان‌های آهنگری بوده است. دیگر چندین آسیاب خانه جوازخانه ها بودند در یک قشلاق همین گلستان صفیه و این گفتهای گلستان نیستن. بعد در کجا هم نخوندم انا که ببینه یا که همه هلال کریموف همه گپ زد. بعدی وای بهترین فرزندای تاجیک مکتوب می نویسن 17-18 نفر شدن مقاله می نویسن که این کارا این گم ندرست این ما خیلی نبودیم میبرن یگان ردکس با زیمانه میگیره که او را چاپ کنن. بعد میبرن نزد ردکتر گازته معارف و مدنیت بورینیسا بانو فامیل بردیو رحمت به پدر رحمت شکنه بسیار یک بانوی واقعا ملی ملت دوست و خدماتی که برای این ملت کردن واقعا جاویدانه و ارزشمند. خدا رحمتشون کنه. انا نزد همین بیاد همین زنه که جسارت چبینه به یگان پرس و پاش میگیرد چاپ میکنه. همین سبب شد که آهسته آهسته همین زنه از همونجا از ردکتر گرفتن. بودن جوانان مبارزه میبردن لیکن مطبوعات اگه اینترنت بشه تست پهن بشه اون وقت اینترنت پهن نمیشه. یعنی همین دانش‌های شما، آگاهی شما در نتیجه مطالعه به وجود آمدن. یعنی اگر نسل امروزه هم نابسته که یک دولتی مستقل داریم تا جای یک کشوری صاحب استقلال داریم، اگر اینو مطالعه نکنن، نه آموزن، نشناسن، فکر میکنه چی مشکلی میتونه شده؟ مشکلی همین است که یکی از سبباش اگر با همه کندلان کده گپ زنیم امروزه مهاجرتی به همین آخر برای شهروندی روسیه گرفتن. نه شما که این خوب نیست. این خوب نیست. آخر دشواری در ما هست. نه که من یک جای دیگه چیز خواندم به شما گپ زدم دلیر جان. وقتی که دولت اسرائیل تشکیل میکنن یهودی‌ها از تمام دنیا برای یاری روی میکنن. همین یهودی‌ها در گشته بارو را در سمالیات بار میکنن گردانده روان میکنن. ما میگه دست داریم، پا داریم، عقل داریم، چشم گوش داریم، چگونه ننگی ما چی که ما صدقه را قبول کنیم خودمون تلاش نکنیم برای ساختن دولت. ببینید انا اینا خودشناسی میگن. امروز ما کند دشواری از این وطن برای آخر این عیب است برای ما. یعنی من خونم ترک کنم همچون تاجیک با کمتر دشواری، شما خونتون ترک کنید همچون تاجیک از دشواری. این سرزمین ما رویم و بالاخره کینش هم از دست میره اگر ما حفظ نتونیم کرده. انا همینا همه برای چی گفتم که وقتی فضایل مقسوم فرض کردیم فضایل مقسوم عسکری روس سر کردن نیستن. این تا دروازه را دروازه ولی نرسیده بگو اکن دیگه خونریزی بسیار میشه برآمده میره از اونجا برآمده رفت بار یک وقتی برآمده رفت با نصیحت یک ملا برآمده با نصیحت یک ملا برای چیوای قطعی ابراهیم بگ زبانی عمومی نیافت برای که ابراهیم بگ ترک بود بگو این ملکی تاجیک باید در اینجا همین سروری کند و خلق خودش صاحب کند. نظر شما با همین بوسماچیو چی است؟ همین بگیم بعد بگذاریم با معرفی کتابا بعد خلاصه کنیم صحبت. نظر من در همین چیزی بوسماچیو رو امروز
در قزاقستان سفید کردن، در قزاقستان سفید کردن، در ازبکستان حتی ابراهیم بیگ سفید کردن. در ما تا حاضر همین ماندگی است. نظر شخصی خودتون چی هست؟ نظر شخصی من مثلا سینی زیاد داره، تحقیق زیاد کرده، خواندید زیاد، نه همچون یک عالم، نه همچون یک موقع رسمی، یک شهروند، یک تاجیک، نظرتون چی است به همین موضوع؟ نظری من چون یک خواننده عادی، چون یک همین نفر عادی، همین است که همینا رو همش آموخته برای یک مثال سادات مقسوم با 300 نفر سربازانش 1500 راهزنی قرقیز از حایز زده پیش کرد با 300 نفر. غیرت نباشد، جرأت نباشد، دلیری نباشد، مگر 300 نفر قطعی اون راهزنه که دخترها را تجاوز کرد، زنها را تجاوز سر کرد، غارت مال مردم که یک مولای خواهی، نیم کلا مولای خواهی همون را آورد به سر مردم خدا، انا همین سادات مقسوم زده پیش کرد. یعنی ما این گونه کارنمایی داریم در تاریخ ملت، در خود فضای مقسوم گیریم. وقتی فضای مقسوم خبر میبره که کوری شرما در غرب با غارت اموال مردم تاجیک تجاوز دخترها و زنان تاجیک سر کرده است، همین آدم مایل کرده خسته بیاید. همین آدم انا فضای مقسوم اومده چند همین کور شرمت، چون که اینم دست راجی را سر کرده بود، همین خیلی گرفته راست نزد اشان سلطان می رود. با قول میگن حتی تر میکند. تا کدام درجه سیاست فضای مقسوم به این شتگی در این جنایشتگی است. ما از فضای مقسوم این کتاب داشته باشیم. ببینم چند کتاب با برنامه کتابخوان آوردید، یعنی هنوزم کتاب جمع میکنید در این سال، کتاب مطالعه میکنید، با کتاب هستید. چی کتابا رو با برنامه آوردید؟ چرا محض این کتابا رو انتخاب کردید که با این برنامه بیارید؟ یکی از این کتابایی که من به اینجا آوردم معرفت گم شده میباشد. یعنی فریدریخ استر هم میخونه شما این گونه کتابای سیاسی و تاریخی رو مطالعه میکنید هنوز؟ مطالعه میکنم. کتاب دوست داشتم برای همین که بسیار در اینجا حقیقت بسیار است. فرض کردیم یک نفری بسیار شخصی به آبرو، من نامش نمیگیرم، در شما برنامه کرد گفت که ما همون چیزای لازمه را با لاتینی با کریلی گردانده چاپ کرده گیم برای خلق. اما در اینجا میگه که همگی 7% ایجادیاتی بیرونی را در اینجا ما چاپ کرده با کریلی گردانده شدن. 7%. فقط از بیرون از این تمدن بزرگی که انا که در اینجا من خوندم 26,000 نامگوی کتاب‌ها در ما تا همین امروز معلوم شد. 26,000 در کتابخانه‌های لندن، مسکو، پترزبورگ، دیگر 26,000. همین 26,000 اگه تصور کنید که همگی 7% باشد، ما بوای شناسیم، با گذشته خود شناسیم. انا که نگاه کنید ما را وقتی این خطی ما را عوض کردن، اکنون با او کتابا ما چون به یک صورت می‌نگریم. فرض کنید از پدری من 3,000 کتاب بود. یعنی پدرتون 3,000 کتاب بود؟ 3,000 کتاب داشت. در جماعت زینب بیبی حاضره همونجا ما زندگی میکردیم و کتابخانه آتش گرفت. از همین 3,000 کتاب همین ممکنه 20-25 کتاب پدری من برای با چه خطا بودن؟ با خط فارسی بودن؟ همش خط فارسی بودن. معرفت گم شده عصر طلای آسیای مرکزی از استودیوی عرب تا تیمورلنگ، واقعا این یک کتاب خیلی خوب است و حتی میگن کتابی بسیار افسانوی، یعنی بسیار کتابی جالب است، نوشته استر و این کتاب در فروشگاه کتاب تاجیکستان هم به زبان تاجیکی و به زبان روسی یافتن امکان دارد، یعنی در فروش است این کتاب و به زبان تاجیکی هم ترجمه شده است. و کتاب دیگری که من بسیار با من معقول شد هدیه کردن منه، از روی مقاله‌ای که در گازت اسن می‌نویسم با واسطه آدمای ناشناس نمی‌شناسم، با واسطه تاکسی روان میکنن، نمره تلفن، اینا هدیه کردم من. یعنی کتابم زیاد تحفه میگیرد. خوب است این تحفه کتابا، بسیار اینا آماده کردن. تحفه برای من است. آتش در خانه قدیم میرزا نصرالدین. خواندید؟ براتون پسند شد؟ خواندم، 2 بار خواندم. لیکن شوکت و بار سیم ان شاء الله نیت خواندن دارید. واقعا نوشته میرزا نصرالدین آتش در خانه قدیم یک کتاب خیلی جالب است. قبلا در برنامه کتابخوانم این کتاب رو ما معرفی کرده بودیم و بار دیگر برای شما میگم که این کتاب برای هویت، برای شناخت، برای تفسیر واقعه‌های همون سالهای انقلاب روس
ё забти Русия ё таҷовузи Русия ба Осиёи Марказӣ дар ин китоб як қисса, яъне гарчанде ки қиссаи романи тарихӣ аст, вале хеле ҷолиб меорад, хеле хуб меорад ва аз он китобҳое ки қаблан мо дар ин мавзӯъ романҳое ки хонда будем воқеан тафовутҳои бештар дорад. ғурури шуморо, номуси шуморо, ҳуввияти шуморо ин китоб бедор мекунад. воқеан ин китобро барои шумо бори дигар аз ин барнома тавсия медиҳем. ва китобҳои дигар борон пайҳоро мешӯяд. китоби Диловари Мирзо. ин дар чӣ мавзӯъ аст? ин дар мавзӯи ҳамин ҳодисаҳои баъди инқилобӣ дар ҳамин водии Қаротиғин рӯй дода. ин яъне роман аст, романи тарихӣ аст. ин туғури ин чанд китоб аст, фақат як шоли ман дастрас кардам. боқӣ мондааш як бародар гармӣ гуфтанд мо худт агар хони тӯҳфа мекунем. خب برادر غرمه که با بابا شما وعده کردید دوام این کتاب رو، دوام همین رمان است، حتما بابا منتظر است. اگر شما برنامه ما رو ببینید این کتاب رو با بابا دسترس کنید که بابا بی‌صبرانه منتظری کتاب هستن. و کتاب دیگر دنیای فانی و عقبای باقی. این یک کتاب پند اخلاقی و کتابی شیخ دولت خوجه میرزا خوجه رشتی، کتاب پند اخلاقی است. اگر این کتاب رو هر جایی که دسترس کردید بیابید بخونید و از پند و حکمت‌هایش در زندگیتان کار بگیرید. تماشاگران گرامی که یک بابا برای خودشناسی، برای هویت، برای بیداری چقدر موادها رو جمع میکنند، میخوانند، میآموزند و در خود نگاه می‌دارند تا به نبیره‌های خود این انتقال بدن، به فرزندان خود این میراث رو بگذارند. و در برنامه بعدی ما سر این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. من در آخر می‌خواستم از شما یک چیز بپرسم پیش از اینکه صحبت خلاصه کنیم. اصلا در همون دهات، در شهرها میگن پیش یک مویسفیدانی بودن که بسیار نورانی بودن، بسیار راهگردشون در کوچه ها یا اینکه در چایخانه ها میگن در مرکزهای شهر دیده میشدن. اما زیاد درباره این گونه مویسفیدا شنیدیم. تقریبا یک 20 سال پیش گاه ناگاه ما این گونه مویسفیدا رو میدیدیم، ولی هنوز دیگر ما این گونه مویسفیدا رو نمیبینیم، نه در مرکز شهر نه در همون دهات که مویسفیدا که بیان از علم، از دانش، از ادبیات، از شعر، از اخلاق تربیت کنن بگن و دیگر نیستن. ما بسیار یک مویسفیدای بسیار محزون، بسیار دلسرد این گونه میبینیم. چرا این تفاوت‌ها این خیر شدن به فکر شما؟ امین بگید، همین برای سوال جواب ده صحبت خلاصه کنیم. من چرا فکر می‌کنم که دلیر جان این پیش از همه در یک همین وجود داخلی آدم یک ناراحتی. مویسفید مردم چی را دوست می‌دارد؟ مویسفید مردم فرزندش را دوست می‌دارد، نبرش را دوست می‌دارد، ابره باشه با وی را دوست می‌دارد. لیکن وقتی فرزند یک دو سه فرزند از نظر دور در هزارها کیلومتر تو در اینجا شدگی نمیدونی که او در کدام حالت زندگی دارد، در کجا خواب است، چی میخورد، چی مینوشد، ما بر راحت خواه رفتن بتمونیم. یعنی این تاثیر دارد برای این مویسفیدان که اینو کم بس در من این مویسفید سحر میخوام شکر پروردگار خیلی فرزندای من در همینجا کار و بار زندگی دارن. من این مویسفید سحر خستم میبینم که نبیرن کدام حالت دارد، خیلی که نباشه پدرش، یکی اگر این بگه تلفن کرده باشه پدرش، او سر گودت بخیر ممکن نبیاید. تاثیر دارد از پدر دور. اینها همش یک حالتی هست که دیگر به خاطر همون مویسفید ممکن دیگر نه چایخانه رسد، نه کتابخانه رسد، نه یک جای شیشتن رو صحبت کردن. تشکر زیاد. این سه دستگاه نواربرداری در اختیار شما است و شما به بیننده برنامه کتابخوان چی پیام داره، چی آرزو داره، چی گفتن داره، بگید صحبت رو خلاصه کنید. من به همه بیننده ها اول که تنی صحت بهترین نعمت خداوند، بعداً آبادی خاندانشان، خدا فرزنداشون در کجایی که نباشد خداوند نگهبان باشد، عمر دراز برای وها، خوشبختی بر دوام برای وها نصیب گرداند. خداوند کریم همین ملک ما را، همین مملکت ما را، همین تاجیکستان عزیز ما را دیگر هیچگاه پریشان نکند، دیگر هیچگاه ما محلها جدا نکند، دیگر هیچگاه نگوید که من خیلی موخیل. علم و دانش قپیدن در کار. من در این مسئله 100% طرفدار همین برنامه کتابخوان هستم، چون که دانش جوشن است برای انسان، دانش روشن است. حضرت صابری ترمذی میگوید که آن که هر دم میزدم بر آب و آتش خویش را، آن که هر دم میزدم بر آب و آتش خویش را، روشنی در کاری مردم بود مقصودم چشم. هر یک زیایی باید در نزد خودش همین خیلی مقصد گذارد که من باید روشنی
نه به واسطه مزد این وای روشنی برای او مردم اندازند. سلامت باشید. در صحبت با ما بودند ابرار ساقیوف، یک نفره که عاشق کتاب هستند، عاشق مطالعه هستند، پیوسته برنامه ما رو پیگیری میکنند و کتاب‌های زیادی جمع کردن. این کتاب‌ها رو مطالعه میکنند، مواد مینویسند در روزنامه ها و نوابسته کسی نشون به 75 رسیده است، در تلاش هستند، در حرکت هستند، هویت رو میخواهند، بیداری ملی رو میخواهند، پایداری استقلالیت رو میخواهند و میخواهند که علم، دانش، آگاهی و دیگر اندیشی در جامعه بیشتر و بیشتر گردد. اکوش صف چنین موی سفیدان خوش اخلاق و با آداب و کتابخوان و با جسارت و باننگ و باناموس در این کشور بیشتر و بیشتر گردد و ما تغییرات رو در جامعه مشاهده کنیم. بار دیگر به برنامه خوش آمدید. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید.